بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به مناسبت آمدی ماه شریف رمضان خواستیم یک حدیث شریف را که دایر به فضائل و اجر و ثواب و فیض و برکات این ماه شریف تعلق دارد و شما تقدیم نماییم. حضرت ابن خزیمه در صحیحشان روایت میکنند به اسنادش از حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه که حضرت سلمان فرمودند که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی آخر یوم من شعبان، یعنی خطبه کردند ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین روزی از ماه شعبان. فقال ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. یعنی در خطبهشان چنین گفتند که ای مردم، به تحقیق به سر شما سایه افکنده است یک ماه بزرگ، ماه پرفیض و برکات، ماهی که در او شبی است که آن شب بهتر از هزار ماه است، یعنی شب قدر. جعل الله صيامه فریضة و قیام لیله تطوعا. الله تعالی روزه داشتن در این ماه را فرض گردانیده است و قیام اللیل آن را سنت گردانیده است، تطوع گردانیده است. قیام اللیل یعنی همین نماز تراویح خواندن، ختمه های قرآن کردن، شب را به طاعت و عبادت احیا کردن، همین عمل های شبانه میکرده عبادت ها را تطوع گردانیده است. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه. کسی که تقرب میجوید، خود را به درگاه الله تعالی نزدیکی کردن میخواهد، به خصلت از خیر میباشد به مثل کسی که ادا کرده است فرض را در غیر این ماه. یعنی به یک عملی مستحبی و یک عملی نافله کسی بخواهد خود را با کردن آن به درگاه خدا نزدیک کند، یعنی خالصا لله یک عملی نفل یا مستحب را در این ماه اجرا میکند، به مثل کسی است که در غیر این ماه شریف فرض را ادا کرده باشد. یعنی عملهای نفل و سنت به اندازه فرض اجر و ثواب داشته است در این ماه شریف. و من ادى فیه فریضة کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه. و کسی که یک فرض را در این ماه شریف میکند، برابر 70 فرض دیگر بیرون از ماه شریف رمضان میکردگی اجر و ثواب میگیرد. و هو شهر الصبر و صبر ثوابه الجنه. و این ماه صبر است و صبر جزا و مکافاتش باشد جنت است. صبر البته برای روزه داشتن، گشنه و تشنگی به طاقت کردن، برای خودداری کردن از عملهای نالایق صبر لازم است. کسی صبر میکنه و حرمت این ماه نگاه داشته ایستاده، از خوردن و نوشیدن و از دیگر کارهای نالایق خودداری میکند، ثواب او جنت است. و شهر المواسات و شهر یزداد فیه رزق المؤمن. این ماه مواسات است، یعنی مواسات یاری کردن، دست همدیگر را گرفتن، تسلی دادن، دل برداری کردن، یعنی خواه یاری مادی باشد یا معنوی باشد، نفع به همدیگر رساندن، همین مواسات است. این ماه مواسات است و ماهی است که زیاد می شود در رزق بنده مؤمن. بنده های مؤمن رزق و روزی هاشون در این ماه مبارک زیاده می گردد. من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار. کسی که یک روزه‌داری را روزه اش را در این ماه بکشایاند، سبب مغفرت گناهانش و سبب آزادی از آتش دوزخ می شود. و کان له مثل اجره من غیر ان ینتقص من اجره شیء. و به مثل همین اجر روزه‌دار، روزه را کشاینده اجر و ثواب میگیرد، از غیر اینکه این روزه داشته انسان از ثوابش کم کرده شود. یعنی شما روزه کسی رو بکشایانید، همین روزه‌دار چیز اجر و ثوابی که گرفت، شما هم انمو مقدار ثواب میگیرید، به غیر از ثواب روزه خودتان و به غیر از ثواب روزه‌دار روزش، علاوه به خاطر این کار خیر کرده اتان
الله تعالی یک روزه‌دار ثوابش به شما عطا میکرده است. قالوا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم. صحابه ها گفتند یا رسول الله همه ما نمیابیم آنچه که بکشایانیم به روزه را، یعنی ما قربمون نمیرسد که کسی را روزهش را کشایانده او را آب و طعام دهیم. پیامبر علیه السلام گفتند که الله تعالی این اجر و ثواب را میدهد به کسی که یک روزه‌داری را روزهش را بکشایاند، حتی به یک دانه خرما و یا به یک قلط آب و یا به یک قلط شیر، حتی همین عادی ترین و کمترین چیزها که هم که باشد، همین وعده و بشارت یعنی مغفرت گناهان و نجات یافتن از دوزخ را الله تعالی برایش نصیب می‌گرداند. و هو شهر اوله رحمت و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. این ماهی است که اولی او یعنی دهه او رحمت است. در دهه اولی این ماه رحمت پروردگار نهایت زیاده میبارد و اوسط او دهه میانه او مغفرت است که مغفرت پروردگار سرشار میگردد و آخری دهه این ماه، دهه آخرین این ماه دهه آزادی از آتش دوزخ است. شارحان این حدیث میگویند که دهه اول رحمت بودنش برای همه اون کسانی که تمام سال از پی طاعت و عبادت هستند، تمام سال از پی تقوا و پرهیزگاری هستند. به دهه اول الله تعالی رحمت خاصش را برای آنها نصیب روزی میگرداند و دهه دوم مغفرت است برای آن کسانی که در بین سال گاه گناه و گاه ثواب، گاه عبادت و گاه معصیت، خلاص آمیخته عملهای بدونک را آمیخته دارند. نسبت به اینها دهه دوم این ماه مغفرت است و دهه آخرین عتق از نار برای آن کسانی هست که در بیرون از رمضان پررب به معصیت و گناه و فسق و فجور مشغول گشته، اما برکت این ماه که توبه کرده خود را به صلاح می‌آورند، الله تعالی او را از آتش دوزخ نجات می‌داده است. کسی که در این ماه تخفیف می‌کند مملوکش را، یعنی مملوک زیر دستانش را کاراشان را سبک می‌کند، خدای تعالی او را مغفرت می‌کند و آزاد از آتش دوزخ می‌گرداند. مملوک اصلا غلام و کنیزها هستند، اما در این زمان که غلام و کنیز و بردهداری که وجود ندارد، همین می‌شود که زیر دستان یک کسانی که به دست شما کار می‌کنند و یا اینکه گویی من همین زن و فرزندای و در مسئولیت شما بودگی انسان‌های زیر دستتان، نسبت به آنها یک معامله نیک و سبک و یک لطف و مرحمت نماید. خاطر همین عمل نیست مغفرت کرده او را از آتش نجات می‌داده است. فاستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بها ربكم و خصلتين لا غنى بكم عنهما. پیغمبر خدا علیه السلام باز در دوام خطبهشان گفتند که پس شما بسیار کنید در این ماه 4 خصلت را، همین 4 عمل را نسبت به دیگر عملها بسیارتر اجرا کنید که از این 4 خصلت 2 تاش خصلت می باشد که راضی میکنید شما با این 2 خصلت پروردگارتان را، یعنی سبب راضی و خوشنود گشتن پروردگارتان میشد. و 2 خصلت دیگرش باشد شما به اون نیاز دارید و محتاج هستید، از این بی نیاز نیستید. فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله و تستغفرونه. پس اما آن 2 خصلتی که خدا را با از خویش راضی میگردانید، یکمش این که شهادت دادن، یعنی کلمه شهادت گفتن است، اشهد ان لا اله الا الله، همین کلمه طیبه و شهادت را به تکرار گفتن. دومش استغفار زیاد کردن، لا اله الا الله نستغفر الله، همین کلمه را تکرار کردن، همین عبارت از 2 خصلت است. اما اون 2 خصلتی که شما به او نیاز دارید، یکمش همین که از خدای تعالی جنت را میپرسید و از آتش دوزخ پناه طلب میکنید. نسألک الجنة و نعوذ بک من النار. برای همین است که در نمازهای تراویح در مابین هر یک 4 رکعت تسبیح میخوانند و در ضمن تسبیح همین 4 عمل را به پرگی اجرا میکنیم که لا اله الا الله نستغفر الله نسألک الجنة و نعوذ بک من النار. ببینید که تسبیح خواندن و در ضمن تسبیح این ذکرها را کردن چقدر اساسهای پرقوت داشته بوده است که سرچشمه همه این عملها
از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام منشأ گرفته است. و من اشبع فیه صائما سقاه الله من حوض شربة لا یظمأ حتی یدخل الجنه. یعنی کسی که یک روزه‌دار را مکمل سیر گرداند با افطار کنانیدن، الله تعالی به عوضش در همون گرمای تصفان قیامت که جز حوض کوثر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر آب وجود ندارد، از همون آب آنقدر سیراب میگردانیده است که دیگر بعد از نوشیدن از آن هرگز تا داخل شدن جنت روی تشنگی را نمیدیده است. کسی در بالا گفتن کسی که یک قلط آب و یا یک دانه خرما، مقصد به قدر امکانیتش اندک چیز که باشدم روزه کسی را کشایاند، خدا گناهان او را مغفرت کرده، از آتش دوزخ نجات میدهد. گفتن انا کسی که امکانیت و توانایی دارد و یک روزه‌دار را به پرگی سیر میگرداند، انا سببی از حوض کوثر سیراب گشتنی اون کس میگشته است. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ما و شما مهربانی کرده چقدر این فضیلت های ماه شریف رمضان را بیان کردند. برای همین حرکت کنیم این ماه شریف را غنیمت دانسته هر یک لحظه آن را استفاده بریم، بیهوده به باد ندهیم. الله تعالی همه ما و شما به این ماه آمده استادگی مبارک گرداند و توفیق هدایت نصیبمان کند که از این فیض و برکت هایش بهره ور گردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم.